با سلام خدمت همه دوستان و همراهان گرامی. همونجور که قول داده بودم از امروز به بعد شروع میکنیم به صورت سریالی یک سری آموزش های معامله گری رو در خدمت دوستان باشیم. این آموزش ها به صورت ویدیوهای کوتاه مداوم برای شما تولید میشه و تمام موارد مهم معامله گری رو آموزش میدیم، از جمله روانشناسی معامله گری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و در نهایت تحلیل و ورود به معاملات رو. در ابتدا معامله گری رو به عنوان یک شغل با هم دیگه بررسی میکنیم و شاخصهای مهم یک بیزینس رو بر مبنای معامله گری با هم بررسی میکنیم. معامله گری یکی از پرسودترین و پولسازترین شغلهای دنیا محسوب میشه و به مراتب همونقدر که پرسود میتونه باشه پرخطر و پر ریسک هم هست، به طوری که طبق آمار رسمی بروکرها بالغ بر 95% معامله‌گرها تو این بازارها ضرر میکنن و سرمایه خودشون رو از دست میدن. و اما معامله‌گری به عنوان یک شغل چند تا شاخص مهم هست توی دنیا، مخصوصا توی در واقع نگاه جدید به کسب و کارها با وجود دنیای اینترنت. چند تا شاخص وجود داره که ما از نظر در واقع این شاخص ها میایم و شغل معامله گری رو بررسی میکنیم. این شاخص ها چه شاخص هایی هستن؟ یک شاخص مقیاس پذیری هستش. ببینید در نظر داشته باشید وقتی یک شغل مقیاس پذیر هست یعنی چی؟ زمانی که ما شغلی رو انتخاب میکنیم باید به آینده کاری اون شغل هم فکر بکنیم. به صورت مثال شغل‌هایی که با یک ساعت زمان مشخص سر و کار دارن، تایم و زمان خودتون رو میفروشید، اینها مقیاس پذیر نیستن. به صورت مثال عرض کنم، حالا ممکنه توی هر تخصص و لولی که وجود داشته باشه یک مدرس زبان انگلیسی رو در نظر بگیرید که در روز 8 ساعت کار میکنه، حالا میخواد توی شغلش پیشرفت بکنه و درآمد بیشتری کسب بکنه، میاد و این 8 ساعت رو تبدیل میکنه به 16 ساعت و سطح کارش رو یک مقدار گسترش میده، 2 برابر میکنه. ولی آیا به نظر شما دوباره میتونه این 16 ساعت رو 2 برابر بکنه؟ یعنی آیا امکان داره یک شغلی مثل تدریس زبان از 16 ساعت در 24 ساعت تبدیل بشه به مثلا 24 ساعت در 24 ساعت؟ خب این یک چیز محال هستش و حتی اگر یک نفر بتونه 24 ساعت هم بر فرض محال بتونه کار بکنه، نمیتونه بیشتر از 24 ساعت در 24 ساعت کار بکنه. هر شغلی رو که شما در نظر بگیرید و که تایمشون رو میفروشن، مثل پزشکای متخصص، درسته قیمت هر ساعتشون خیلی گرون هستش، ولی باز اگر یک پزشک کاری رو انجام نده درآمدی هم نخواهد داشت و هر چقدر بیشتر زمان بذاره درآمدش بیشتر خواهد شد. حالا به سرمایه گذاری جانبیشون کاری نداریم، داریم خود شغل رو مد نظر قرار میدیم. معامله گری جز شغلایی هستش که مقیاس پذیری، یعنی اگر شما سرمایه اولیتون رو رشد بدید میتونید میزان سودتون رو هم افزایش بدید. بعد از گذشت یک مدت مثلا سرمایه شما رشد پیدا میکنه، 50% رشد پیدا میکنه، سود شما هم میتونه به تناسب همون 50% رشد بکنه. پس در واقع معامله گری و کسب سود در معامله گری حد و مرزی ندارد، یعنی یه ته نداره، نهایتی نداره. یعنی اونقدر شما میتونید توی معامله گری کسب سود بکنید که از همه چی اقناع بشین از نظر مالی. دومین گزینه، مخصوصا حالا این روزها و این سالها خیلی صدر گفتگوها هستش، بحث درآمد دلاری هست. ببینید درآمد دلاری همینجور که میبینید و میدونید سرمایه و اندوخته شما رو سیو میکنه و شما رو از تورم ها در واقع محافظت میکنه. خیلی از شغل‌های خوبی رو ما توی جامعه سراغ داریم که این شغل‌ها درآمد خوبی دارن، ترن اوور خوبی دارن، گردش مالی خوبی دارن، بالایی دارن، ولی کافیه که به یک تورم بخورن یا به یک ابر تورم بخورن، تمام سرمایه اونها مثل یخی میمونه که توی ظهر تابستون ما گذاشتیم زیر آفتاب و آب میشه. دیگه امروزه گرون شدن‌ها و بهای جایگزینی کالا و خدمات دیگه در واقع صفر شد. یعنی شما امروز یک کالایی رو میخرید 1000 تومان میفروشید 1200 تومان با 20% سود
ولی فردا که میخواین اون کالا رو دوباره بخرین، دوباره نگاه میکنین قیمت شده 1200 تومان. یعنی چی؟ یعنی اصل سرمایه و سودی که به دست آوردین رو دوباره باید تبدیل کنید به کالا. یعنی بهای جایگزینی برابر هست با بهای فروش. این یک اصلی هستش که شاید خیلی بهش توجهی نشه، ولی این اتفاق میفته و این اتفاق زمانی رفع میشه که شما درآمدتون از جنس دلار باشه که دچار تورم نشه. یه نکته دیگه هم که وجود داره، ببینید شاخص رشد یک کشور رو میزان صادرات اون کشور عنوان میکنن. یکی از شاخص ها، البته حالا دوستان متخصص سریع دست به کار نشن. نکته ای که وجود داره اینه که شما وقتی صادرات میکنید ارز آوری میکنید به داخل کشور، خب، و در واقع فرض بر اینه که سرانه تولید رو رشد دادید و افزایش دادید. اگر شما در شغل معامله‌گری و کسب درآمد دلاری موفق باشید، دقیقاً به مثابه این هستش که دارید صادرات انجام میدید، دارید به شاخصهای رشد کشور کمک میکنید. چرا؟ چون دارید ارز آوری میکنید به داخل کشور و این خیلی با ارزش هست این گزینه. و نکته سوم، بحث این که کسب و کار شما با توجه به وجود اینترنت نیازمند زمان و مکان خاصی نباشه. یعنی اینکه شما بتونید یک کسب و کار اینترنتی داشته باشید که کسب درآمد دلاری میکنه و مقیاس پذیر باشه. خب این سه تا شاخص های مهمی هستن و به حق وقتی نگاه میکنیم به قضیه میبینیم چقدر ارزشمند هستش و میبینیم که چطور میتونیم بریم آموزش ببینیم و به این مهم دست پیدا بکنیم، به این دانش دست پیدا بکنیم که چطور بشین یک معامله‌گر که توی بازارهای مالی جهانی میتونه به خوبی کسب درآمد دلاری بکنه، فارغ از مکان خاص، فارغ از زمان خاص. تنها محدودیت هایی که میتونه ایجاد بشه درگذر از اون دانش و تجربه شما و نمیدونم حالا اکانت هایی که شما باز میکنید توی بروکرها و داستان این شکلی داشتن حالا یک کامپیوتر، لپتاپ، تبلت و یک اینترنت پایدار هستش. بقیه موارد دیگه برمیگرده به اون دانشی که شما کسب کردید، مهارتی که کسب کردید، چون دانش تنهایی هم کافی نیست. شما تو بحث روانشناسی و رعایت اصول و مقرراتی که باید رعایت بکنید خب خیلی سخت و پیچیده میشه. ولی از نظر سخت افزاری معامله گری اینه که شما به دنیای اینترنت دسترسی داشته باشید با یه دیوایسی که در واقع کارتون رو انجام بده، که اونم باز برمیگرده به نوع آموزشی که دیدید. مثلا من به شخصه نمیتونم با موبایل معامله کنم، خب حتما باید کامپیوتر یا لپتاپ باشه، صفحه رو کامل ببینم، ابزارها رو به درستی بتونم. ولی خب شاید بعضیا باشن حالا بتونن با موبایل هم کار بکنن، دیگه اون یک گزینه شخصی هستش. پس در مجموع که نگاه میکنیم معامله هر سه تا شاخص یک بیزینس خوب رو دارا هستش و تنها رسیدن به یک نقطه مهم اینه که شما به دانش و مهارت معامله گری دست پیدا بکنید. این ویدیو رو همینجا تموم میکنم و انشالله در آموزش های بعدی به تفصیل و جزئیات موارد معامله گری رو با هم دیگه کار میکنیم و جلو میریم.